کمال اسمه ولی کامل اسم نیست. چی میشد اگه کمالگرا نبودم؟ نمیدونم کی اولین بار تو زبان فارسی پرفکشنیسم رو به کمالگرایی ترجمه کرد، ولی خب ببخشید خیلی بد کرد. بهترین معادل پرفکت تو فارسی بی‌نقص و کامله. واسه همین خیلی‌ها میگن کمالگرایی اصلا خیلی هم خوبه. بلای خانمانسوز کاملگراییه. ولی چرا؟ به هر حال کمال و کامل از یه ریشن دیگه. نخیر. اینکه این الف کجای این کلمه باشه فرق رضایت و خوشبختی تا شرم و عذابه. میگن تو مصاحبه‌های شغلی وقتی میگن بزرگترین ضعفت چیه، برای اینکه غیر مستقیم از خودت تعریف کنی بگو بالا بنده متاسفانه پرفکشنیستم. ولی خب نه، اگه بدونین این مفهوم واقعاً چیه دیگه باهاش پوز نمیدین. آقا یکی از فامیلای ما کارخونه پرفکشنیسم داشت، به بچه‌های خودش نمیداد. حالا چرا؟ بیاین یه سکانس از سریال فرندز رو با هم مرور کنیم. مانیکا یه جوون مستقله که تو این قسمت داره با وسواس فراوان خونه‌شو تمیز میکنه. Monica, you're scaring me. حالا مهمونش کیه؟ رئیس جمهور؟ نه، مامان و باباش. اونا از هیچ فرصتی برای گیر دادن به دخترشون نمیگذرن. Oh, we're having spaghetti. That's easy. بعد چند ساعت مانیکا که دیگه داره دیوونه میشه به داداشش راست که عزیز دردونه خانواده است میگه بیا یکم از مشکلات عجیب زندگیت حرف بزن که اینا دست از سر من بردارن. اینجاست که مادر بدون اینکه کوچکترین واکنشی به راست نشون بده به مانیکا میگه You knew about this? آشناس نه؟ وقتی تو محیط عاطفی ناامن رشد کنیم یاد میگیریم که فقط یه جور ممکنه دوستمون داشته باشن. وقتی دقیقاً شکل اون چیزی باشیم که محیط ازمون میخواد. اما نکته اینه که آدمای ناامن که معمولاً هم از نظر خودشون دارن لطف میکنن به ندرت اون تشویق و تحسینی رو که دنبالشی بهت میدن و تو هی بیشتر و بیشتر تلاش میکنی و تشنه تر میشی. Look, I'm sorry, guys. I just don't want to give them any more ammunition than they already have. از یه سنی به بعد میفهمی تو چه دور باطلی گیر کردی ها. ولی خب این عادت تو وجودت حک شده. اینجاست که سقف استانداردها تو زندگی هی میره بالا و بالاتر. دلش نمیخواد بهتر بشه. بهتر چیه دیگه؟ دلش میخواد بی‌نقص باشه تا بالاخره یه جوری اون تحسینه رو دریافت کنه. حالا میبینیم ما چه جوری پرفکشنیست میشیم. مسئله ما اصلا کیفیت کارمون نیست. ما نگران چشمایی هستیم که همیشه دارن تماشامون میکنن. هدف ما فرار از حس دردناک ناکافی بودنه. در همین تو فقط بلدی نوازش کلاسو به هم بزنی. کی نمی‌خواستی چیزی یاد بگیری؟ واسه چی واسه خودت همیشه هم که پس فردا چجوری می‌خوای بری تو جامعه؟ چرا وقت دنبال علم و دانش نمیری؟ خب حالا مشکلش چیه؟ من دلم زیاد میخواد. مگه اون روانشناسه نمیگفت ماه را هدف بگیر اگرم بهش نرسی یه جایی وسط ستاره ها فرود میای؟ نه. پرفکشنیسم مرض آدمای پرکار نیست. مرض آدماییه که از ترس قضاوت بقیه از جاشون تکون نمیخورن. بالاخره املای ننوشته غلط نداره دیگه. راستم میگن ما تو مدرسه های بزرگ شدیم که توش هیچ وقت مهم نبود 1000 تا کلمه رو درست مینوشتیم یا 100 تا. کسی بهمون نمره اضافه نمیداد. ولی هر کلمه اشتباه باید خونش ریخته میشد. خلاصه ما اینجوری شدیم. یا اصلا شروع نمی‌کنیم یا اینقدر به جزئیات گیر میدیم که هیچ جوره حاضر نیستیم دست از کار بکشیم و بگیم آقا تموم شد دیگه، همینه که هست. و اون وقتی که تازه میفهمیم اولویتامون رو فراموش کردیم. واسه همین هرچی بیشتر بری تو دل کار، بیشتر شکست بخوری و بیشتر تجربه کنی، پرفکشنیسمت بهتر و بهتر میشه. حالا نکته اینه استاندارد بالا داشتن لزوما معنیش نمیشه پرفکشنیسم. لزوما هم آزاردهنده نیست. بحران وقتی شروع میشه که ما الکی فکر میکنیم یه کار قرار آسون باشه، ولی همین که میریم تو دلش تازه میفهمیم که وگرنه وقتی بدونیم کارمون دقیقاً چقدر چالش برانگیزه از قبل پیشو به تنمون میمالیم، زمان و انرژیمون رو تنظیم میکنیم و به خاطر هر بار خسته شدن یا یکم درجا زدن کلاً از خودمون بیزار نمیشیم. فقط سعی میکنیم بهترین خودمون رو ارائه بدیم که خب این میشه همون کمال گرایی. خب اینا که یکیه. کامل به این قشنگی چرا نباید اسم باشه؟ یکم بیشتر قضیه رو بشکافیم شاید تفاوت معلوم شد. اگه پرفکشنیسم رو یه طیف در نظر بگیریم، یه ورش اونایین که فقط برای بقیه کار میکنن، رضایت بقیه واسهشون مهمه.
اما اون برش میشه کسایی که رضایت درونیشون براشون مهمه، یعنی استاندارد درونیشون خیلی بالاست. وقتی فقط نگران بقیه‌ای عذاب مطلقه، چون خودت هم میدونی که هیچ وقت نمیتونی همه رو راضی کنی. اما اگه استاندارد درونی خودت بالا باشه باز یکم وضع بهتره، چون حداقل از بیرون پذیرفته شدی. ولی اینجوری هر چه قدم بالا بری اون خلأ بزرگ درونت هست که هست. پس چیکار باید کرد؟ آره هیچ استانداردی نداشته باشیم دیگه، کلا یه کار چرت و پرت تحویل بدیم چون هیچی نه کامل نه کمال دیگه چی گرا باید بشیم نموندن. یه کتابی هست به نام نامرئی ها، درباره آدمایی که ما اصلا به وجودشون فکر نمی‌کنیم. مثلا کسایی که نمادها و نشونه‌های توی فرودگاه‌ها طراحی می‌کنن و بعد اینا رو یه جوری طراحی کنن که آدما گیج نشن و راحت به مقصد برسن. تا حالا اصلا فکر کردین همچین شغلی وجود داره؟ ولی قطعاً اینو متوجه شدین که بعضی جاها آدم خیلی راحت مسیرش رو پیدا می‌کنه، بعضی جاها حسابی گیج میشه. کتاب میگه برخلاف اون چیزی که دنیای مدرن می‌خواد تو گوش ما فرو کنه، اتفاقاً اون شغلی که ما توش خیلی خوشحالیم لزوما اونی نیست که مدام داریم توش تشویق میشیم و خیلی احترام و اعتبار برامون میاره. نامرئی‌ها کسایی هستن که خود کارشون معنیدار و مفیده. نه کسی میشناسدشون، نه کسی ازشون تشکر میکنه، ولی اتفاقا خیلی آدمای خوشحالی هستن و بیشترین رضایت رو از زندگی دارن. پس مهم نیست کدوم سر این طیفه باشیم و چقدر تحسین و پذیرش دریافت کنین، تا وقتی فقط برای راضی کردن کسی از جمله خودتون کار کنین و به فکر خود کار نباشین، همین آش و همین کاسه. میدونم آسون نیست. اینجا خیلی دوست دارم اون جمله دیل کارنگی رو براتون نقل کنم که میگه آدما به یه سردرد خودشون بیشتر از مردن شما اهمیت میدن، پس کلا شل کنین و به فکر هیچی نباشین اینا. ولی راستش یه بار تو بچگی یه قصه شنیدم که عمیقاً روم تاثیر گذاشت و یه چیزی بود تو این مایه ها. یه روز یه کاظم نامی که آدم خیلی ساده‌ای بوده میره تو مراسم خاکسپاری یه بزرگی که سری تو سرا در بیاره. میره تو مجلس و وسط سخنرانی بزرگان و این آدمی که رفته بوده یه اعتباری کسب کنه بدتر آبروش تو کل شهر میره. هرچی سعی میکنه فرهیخته و مبادی آداب باشه رو شهرتش تأثیری نداره که نداره. آخر میره توی قاری و میگه اونقدر اینجا میمونم تا مردم این قصه رو یادشون بره. میگیره میخوابه و 300 سال بعد از خواب پا میشه. بیخبر از همه جا میگه چقدر گشنمه، مجبورم برم تو شهر یه چیزی بخورم دیگه. میره تو نونوایی یه سکه میده دست نونوا. نونوایی یه نگاهی بهش میکنه میگه مسخره کردی؟ این پول که مال دوره کاظم گوزوه. اون موقع با اینکه میدونستم این جوکه ولی خیلی برام ناراحت کننده بود. ولی هرچی بزرگتر شدم بیشتر فهمیدم که آدمای ضعیف که کمم نیستن شاید کاری نداشته باشن شما مرده این یا زنده، ولی قطعا یادشون میمونه کی تو مجلس ختم شما گوزید. شاید چون همه یک کمبودایی درون خودمون داریم و اشتباهی بقیه بهمون یادآوری میکنه که تو احساس شرم‌آور بودن تنها نیستیم. خلاصه نمیشه نظرهای منفی رو کلا نادیده گرفت، اما باید حواسمون باشه اون نظره تحت چه عنوانی داره وارد کله ما میشه. به عنوان فرصتی برای کمال یا دیگه وقتشه بریم سراغ سوالمون. عربی هم بلد نیستی بدبخت. وایسا دارم میفهمم. فالكمال عكسه القصور والكامل عكسه الناقص. وقتی کامل نیستی یعنی یه نقص و ضعفی داری، معیوبی. ولی وقتی به کمال نرسیدی یعنی یه چیزی رو نداری که خب طبیعتاً آدم همه چیز رو نداره دیگه. مثلا بدن یه نوزاد هنوز به کمال بدن یه انسان بالغ نرسیده، ولی خب آیا این یعنی معیوب ناقصه؟ بازم نفهمیدم. یه فکت جالب، مایکل جردن که بهترین بسکتبالیست دنیاست بهترین فوتبالیست دنیا نیست. آیا این یعنی مایکل جردن نقص داره؟ گربه دم داره تو دم نداری. آیا این یعنی تو ناقصی؟ می‌بینین کامل بودن سخت نیست، یه چیزی غیر ممکن. کامل بهت یادآوری میکنه چی نیستی، چی رو نداری، کجات کجه. ولی کمال میگه یادت باشه تو بی نهایت ظرفیت برای رشد داری. ظرافت‌های زبان عربی رو باش. حالا این ظرفیت که گفتم طبیعتاً نمیتونی همه این ظرفیت‌ها رو به یک جایی برسونی چون بی نهایت دیگه. پس هر قدمی که به سمت جلو برداری یعنی داری به سمت کمال حرکت میکنی. پس اون حس رو مخی که تو داری که همیشه ازت میخواد همه چی باشی، اون کاملگرایی دوست من. کاملگرایی فرسودت میکنه.
چون یه قالب نامرئیه که ازت میخواد هر جوری شده توش جا بشی و به شکل اون در بیاری. کامل اونقدر عظیم و وحشتناکه که از ترس سر جات نگهت میداره، ولی کمال هولت میده جلو. خلاصه من تو تحقیقات امروزم 2 تا چیز رو یاد گرفتم. یکی اینکه آره نظر بقیه بخشی از زندگیه، ولی خب شل کن، چون بقیه ممکنه حتی ندونن معیار تو چیه و تو دقیقاً میخوای چی کار کنی. پس خیلی از حرفاشون رو باید نادیده گرفت. دوم، اینکه کار تو جای بهتر شدن داره به معنی ناقص بودنت نیست و کل وجودت رو زیر سوال نمیبره. زندگی یعنی همین که اشتباه کنی، یاد بگیری، بشکافی و رشد کنی. من 8 تا راهکار برای مقابله با کمالگرایی پیدا کردم که 3 تاشو تو همین ویدیو گفتم. بقیه‌شو هفته بعد براتون میگم. اگه میخواین خبردار شین سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. فعلا خداحافظ. سلام ایرانی، صبح جمعت بخیر باشه. وقتی چیه؟ وقتش رو بزنیم به دشت و دمن، با رفقا گل بگیم و گل بشنافیم تا فردا که دوباره با قوت برگردیم سر کار.